معاون سفیر امریکا در دوشنبه بریجیت واکر گفت امریکا در 2 سال آینده برای سوهای امنیت تاجیکستان بیش از 60 میلیون دلار کمک جدا میکند. از سال 1992 تا این جانب ایالات متحده به تاجیکستان برای تامین امنیت به مبلغ بیش از 330 میلیون دلار کمک رسانیده است. جمع عمومی کمک های امریکا به تاجیکستان در 30 سال اخیر 1.8 میلیارد دلار را تشکیل میدهد. سانحه 5 ماه سال جاری سفارت ایالات متحده امریکا در دوشنبه به وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان 8 ماشین بارکش، چرخهای ماشین و قسمای احتیاطی برای کمک به تاجیکستان در حفظ مرزهای ارائه کرد. ماشین‌های بارکش و قسم‌های احتیاطی به ارزش عمومی 2.3 میلیون دلار ایالات متحده آمریکا به وزارت مدافع امکان می‌دهد که در شرایط وزنی ریلیف منطقه‌های سرحدی عملیات گذرانند. ماه اکتبر سال 2021 سفارت ایالات متحده آمریکا در دوشنبه به وزارت مدافع 20 عدد جیپ را به ارزش 1.4 میلیون دلار تحفه نمود. این خیریه نوع ماشین‌ها و قسم‌های احتیاطی به وزارت مدافع امکان می‌دهد که تجهیزات را در طول سال‌های زیاد در حالت کاری نگاه دارد. در مراسم سپردن تجهیزات و ماشین‌ها معاون سردار نمایندگی ایالات متحده آمریکا بریجیت واکر و گنرال مایور خیرالدین حکم‌الدین زاده معاون وزیر مدافع جمهوری تاجیکستان عاید به عقیبگاه شرکت ورزیدند. ضمن سخنرانی معاون سردار نمایندگی ایالات متحده آمریکا خانم واکر قید کرد که این خیریه تنها یک مثال کمک‌هایی است که ما به ارتش تاجیکستان میرسانیم و تعهد ما را برای بهبود بخشیدن به توانمندی تاجیکستان برای دفاع خود از جنگجویان مسلح و جلوگیری از گردش مواد مخدر غیر قانونی نشان می‌دهد. ما به تاجیکستان به مبلغ بیش از 60 میلیون دلار همچون کمک به ساحه امنیت جدا کردیم که آن در دوام 2 سال آینده عملی و رسانیده خواهد شد. از سال 1992 تا این جانب ایالات متحده به تاجیکستان برای تامین امنیت به مبلغ بیش از 330 میلیون دلار کمک رسانیده است. ایالات متحده آمریکا 30 سال باز با تاجیکستان شریکی دارد و برای برنامه‌های رشد و کمک به ساحه امنیت، رشد اقتصاد، تندرستی، جامعه شهروندی و معارف تاجیکستان را دستگیری می‌کند که به این مقصد 1.8 میلیارد دلار را خرج نموده است.